تو این ویدیو میخوایم در مورد سقف انتقال پول در بانک‌های ایران صحبت کنیم. در مورد روش‌های انتقال پول در ایران و سامانه‌هایی که میشه ازشون استفاده کرد توی ویدیوی قبلی صحبت کردیم. اگه در موردش سوالی دارید یا نکته‌ای دارید برید اون ویدیو رو تماشا بکنید. اما اگه میدونید که روش‌های انتقال پول در ایران چیا هستن و فقط یه اطلاعاتی در مورد سقف انتقال پول نیاز دارید، تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید تا بهتون توضیح بدم. تا قبل از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و با بالا رفتن نرخ ارز، مبالغ بالاتری رو میتونستیم به راحتی توی ایران از حسابمون جابجا کنیم. اما با بالا رفتن نرخ ارز و تصمیمات بانک مرکزی برای جلوگیری از بالا رفتن حجم نقل و انتقالات ریالی و مبارزه با پولشویی، سقف‌های پایین‌تری رو برای انتقال وجه در نظر گرفتن که انتقال مبالغ بالا رو خیلی سخت کرده. بعد از ابلاغ این بخشنامه به تمامی بانک‌ها، مشتریان هر بانکی در طی یک روز فقط میتونن تا سقف 200 میلیون تومان توسط شعبه و تا سقف 100 میلیون تومان توسط اینترنت بانک انتقال وجه داشته باشن که این سقف 100 میلیون یا 200 تومانی شامل سامانه‌های شتاب یا همون کارت به کارت نمیشه. همونطور که در ویدیوی قبل توضیح دادم، سقف انتقال پول در سامانه شتاب که همون کارت به کارته روزانه 10 میلیون تومانه. سقف انتقال وجه اینترنتی هم حد اکثر 100 میلیون تومانه. اما این 100 میلیون تومان جمع تمامی تراکنش‌هاییه که شما به صورت پایا، ساتنا یا درون بانکی انجام میدید. مثلا اگر از حسابتون 50 میلیون تومان حواله پایا زده باشین، فقط 50 میلیون تومان دیگه میتونید واریزی داشته باشید، حالا چه از طریق ساتنا یا سامانه دیگه. به طور کلی سقف واریز روزانه توسط شعبه حد اکثر 200 میلیون تومانه. اونم برای تمامی تراکنش هایی که در یک روز میخواید انجام بدید. البته برای مبالغ بالاتر هم اگه میخواید به صورت یکجا واریزیتون انجام بشه، بانک میتونه براتون انجامش بده، ولی اسناد و مدارک بیشتری ازتون میخواد. به طور مثال علت واریزیتون خرید یک ملک یا یک ماشین در ایرانه، پس باید سند و مدرک اون معامله رو به بانک ارائه بدید تا بانک هم به شما اجازه انتقال مبلغ بیشتر از 200 میلیون تومان رو در یک روز بده، که این کارم فقط به صورت حضوری میتونه انجام بشه و برای این کار اطلاعات هویتی فرد گیرنده مثل کد پستیش، آدرسش یا حتی شماره شناسنامه فرد گیرنده رو هم باید داشته باشید. یک نکته رو که اینجا در مورد اینترنت بانک بهتون بگم اینه که درسته که سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی 100 میلیون تومان در روزه، اما بانک ها از همون ابتدا تمام اون سقف 100 میلیون رو در اختیارتون قرار نمیدن. سقف واریزی روزانه‌تون ممکنه 25 میلیون تومان، 30 میلیون تومان یا مثلا 50 میلیون تومان باشه. پس شما باید با بانکتون صحبت کنید که سقف انتقال روزانه‌تون رو افزایش بدن یا ازتون اطلاعات دقیق تری بگیرن که بدونید سقف انتقال وجه اینترنتی شما به چه صورت هستش. البته این رو هم بگم که در سقف انتقال وجه اینترنتی شما یک سقف ماهیانه هم دارید که معمولاً 10 برابر سقف روزانه شماست. حالا بریم سراغ اصل موضوع که انتقال مبالغ بالاست. برای مبالغ بالایی که میخواین توی یک روز از حسابتون انتقال بدید، مثلا 1 میلیارد تومان میخواید انتقال بدید، 2 تا راه دارید. یکیش اینه که به صورت حضوری برید بانک و مدارک علت پرداخت و اسنادی که دارید رو بهشون ارائه بدید و اونها هم قبول کنن و بتونن براتون پول رو یک جا انتقال بدن. دومیش هم اینه که برای اینکه بتونید این کار رو انجام بدید از قبل پولاتون رو توی چند تا بانک، مثلا 4 تا بانک مختلف پخش کنید که بتونید توی یک روز از هر حسابتون در هر بانکی تا سقف 200 میلیون تومان در شعبه و 100 میلیون تومان هم به صورت اینترنتی جابجا کنید. همونطور که گفتم برای این کار نیازمند به ارائه مدرک نیستین، چون که توی همون سقفی هستید که میتونید بدون مدرک انتقال بدید. یه راه دیگه هست که البته دیگه یک جا نمیشه، اونم اینه که بهش زمان بدید و اون هم اینه که حالا در هر روزی 200 میلیون تومان حضوری و 100 میلیون تومان اینترنتی جابجا بکنید تا اینکه اون سقف 1 میلیاردی که می‌خواستید جابجا بکنید رو بتونید انتقال بدید.
پس این رو هم در نظر داشته باشید که شما نمیتونید از اسناد و مدارکی که ما در انگلیس صادر میکنیم استفاده کنید که سقف انتقال وجهتون رو بالا ببرید. مثلا سند انتقال وجهی که از صرافی انگلستان دریافت میکنید رو بخواید به بانک ارائه بدید تا بتونید مبلغ بالاتری رو انتقال بدید، چرا که اسناد و مدارکی که ما بهتون ارائه میکنیم بر اساس قوانین و مقررات انگلیس صادر میشه و مبلغی که شما پرداخت میکنید در واقع دارید مستقیم به حساب مشتریان ما پول واریز میکنید، چرا که به علت تحریم ها نمیتونیم حسابی رو در ایران داشته باشیم که شما مستقیما پول رو به حساب بانکی ما در ایران واریز کنید. تمامی مواردی که توی این ویدیو بهش پرداختیم در زمان ضبط این ویدیو صحیح هستن و ممکنه در آینده قوانین بانک ها در این زمینه تغییراتی داشته باشند. پس بنابراین زمانی که میخواید انتقال وجهتون رو انجام بدید از بانکتون یا نهایتا از ما سوال بپرسید یا تماس بگیرید و ما بتونیم اطلاعات بیشتر رو خدمتتون عرض کنیم. مواظب خودتون و پولاتون باشید.